می گشنگی هم مردیم هم که بینمت خورده است نه هم کافه خسته باید اترم ببینیم با هم ایشت عری میلیون اسمال جون لابا یا خدمت پابراتسکی میپرسم آها اوز نه اومد چی گفتی؟ تازه آواز ماده است با الله شده اینا بچه ها در پیش من این مینه همون گب چسبی چی گپه بود میگم که اکا چرا کانال ما پاچ خیلی شد یا 13 تا و 14 تا مقصد خیلی شد که هم تاجیکستان رفتم خلاص ها و دلیل شده اومدم هم خیلی چیز کردم نتونستم وستنایت کردن روز یک بیچاره اکا 2 ساعت زن کار نشد خلاص کانال نه اون کام اون خوری محمد سیبیر ایو با نام اون خوری محمد سیبیر یوتیوب دا میزنی و نه یا ویدیوچا دیوونه را خونده بودم اون ویدیوچا را موندم در تو جانم التماس هم چیرم میپرتم مخجام یاد چیز دستاب 6 بزنم любое время خوری همین کنکورس نباشه دیگه چیزی هست کره حرام نباشه روی کرنگ دستگیری любое время میکنیم انشالله نه اسمال جون میدونی کو کانال ما هم گفتم گپام یک جمعه ما اون همون کارخونه را اگنی خیلی خدا نگاه любое بداره время چی ویدیو داری سراز همون سراز در جوشته روی کرنگ گرمیش خطی شید گم نساج نشد خیلیوش вообще не переживай این کدوم برادره بخیالون که در اگون بلندیش پراشوت در پشتی زاگی قراره میگه توجیک باید بپره خودت بپره کمو زمین دهی با مدی پریدن نزنی که فرق ما گردن چی کنه که 206 نفر شد الله برکت شد من جوگه همجا هی و علیکم السلام و رحمت الله توی جرا غیرت کرده اومده تو خریه جای ما مهمونی بیاین و خیلی ساعت ساعتینا خاک برادر رود سیاه و رود سفید بعد هم یک گپی خوب بنویسی خیلی سبحان الله و یک گپی آرام بنویسی برادر جان همین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که همین مؤمن کامل همون کسی هست که از دو موضع همو یعنی گفت همون گپا که برادر مسلمانش آزار نیاور یعنی از دست و زبانش یکی از شرمگاهش و خیلی برادرها عزیز دم الله رب العزت پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن پاک اینقدر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم همش نصیحت همش امر معروف همش توصیه نیک بودن و آرام بودن و خوب بودن گپی سخت ننویسیم التماس چون که گفتیم گپا که همه بالای جنازه ها منال برادرها شما یک چیز فراموش نکنین که بالای جنازه ها وقتی که می جسد بیجون ما و شما را میمونن اونجا همه داملا صاحبا میگن که حق الله و حق العبد است مقصد حق الله و حق العبد اما حق العبدش حق بنده های اگر بنده مسلمان نبخشه کار وزمی نه میگم ریش تماندی ملایی ها ریش خیلی بلند شده کویس ملجون ریش ای روز کم ترتیب داده ریش من پیش بلند بود که ریخ یا وقت ریخت اینی جامعه هم خیلی ریخته بود این طرفم ریختن هر جا باول نه بس بولی منی سوس شده خیلی سوس شده نستم داری خیلی اگر نه کس ملجون قطعی شرالی گاب زن که گفت اون گپا ایراد زنگ زده با تلفن گرفتم او رد کیستم با حضر چاق کرنگ رو خیلی سلام علیکم خوری سازی تنجی خوبی چخنجی الحمدلله برادر سازی تنجی شما سلامتیتون خوبه چی گپ زمستم ای سوزا کفر اکبر نه برادر سوال ناتوری دادی کفر اکبر نمیشه شرک اکبر میگن و شرک اصغر میگن برادر کدوم سوال نویسای اگه سوال جواب نمیکنم لیکن خوندمش جوابش میگم برادر شرک اکبر میگن و شرک اصغر میگن اصغر گفته از در لغت از صیغه
خورد یعنی صغیر